اگر شما در روزهای سخت قرار دارین و نمیفهمین که چی کار کنم، ناامید شدین، خود از سردرگم پیدا میکنین، پس این ویدیو بر شماست. دوستا فراموش نکنیم که روزهای سخت در زندگی همگی وجود داشته. نسل‌های قبل از ما هم زندگی اونا همیشه روزهای خوب نداشته. روزهای بسیار سخت را اونا سپری کردن. پس ما هم اونا هم جنگ ها را سپری کردن. نسل‌های قبل از ما گرسنگی را تحمل کردن. شرایط بسیار سخت بوده که با اونا مواجه شده و برشان راه حل سنجیده. پس به این خاطر این ویدیو رو من ساختم که شمایی که در روزهای سخت قرار دارین و فکر میکنین، به شمول خودم که اول فکر میکردم که تمام شد، دیگه هیچ چیز وجود نداره، زندگی به درد من نمیخوره. اما بعد از یک مدت فهمیدم نه، روزهای سخت در زندگی هر کس وجود داشته. این پل شده بر رسیدن به روزهای خوب. اما چگونه؟ اولین قدمه که اینا روزهای سخت خدا به روزهای خوب تبدیل کردن، او ذهنشون بوده، توسط ذهن خود. ما همیشه ذهن ما قسم قرار گرفته که عادت کردیم. اگر در یک کشور هستیم اونجا عادت کردیم میگیم همیشه باشیم. ذهن ما به این عادت کرده، ذهن ما به روزهای تکراری عادت کرده و چیزای جدید قبول نمیکنه. چیزای جدید وقتی که میای با اون مبارزه میکنه و یک حالت اضطراب به وجود میاد. به این خاطر اولین قدم مثبت اندیشی است. ما این فکر نکنیم که من از این کشور اخراج شدم زندگی من تمام شد. نه خیر، زندگی ادامه داره و قرار نیست که اگر با رفتن یک کشور به دیگر کشور زندگی ما تمام شود دیگه ما امیدی نداریم. پس به این خاطر با تغییر افکار شما روزهای سخت پل بسازین برای روزهای خوب. این روزها باعث میشه اگر ما توهین شدیم، اگر ما تحقیر شدیم، نباید احساس بی‌ارزشی بر خود پیدا کنیم، به خاطر از این که اونا با رفتار خود، طرز فکر خدا نشان دادن. و دومین راه پذیرش است. قسمی که من در ویدیو قبلی هم براتون گفتم، پذیرفتن. بپذیریم که ما قرار نیست در یک کشور تا آخر زندگی کنیم و یک کشور، وقتی که ما در یک کشور مسافرت میکنیم آمدیم که چیزهای جدید یاد بگیریم، آمدیم که با انسانهای جدید رابطه برقرار کنیم، آمدیم که زبان جدید یاد بگیریم و بعد از یک مدت ما بریم و از او داشته های خود استفاده کنیم. ما قرار نیست که در او کشور همیشه زندگی کنیم و راحت باشیم. امی که ما راحت بودیم ما بخوایم که در او کشور باشیم. نه خیر، بپذیریم که ما قرار است که یک روز از این کشور بریم. و مرحله سوم، امید داشتن. امید به این معناست که ما مهارت یاد گرفتیم. اگر ما در کشور آمدیم مهارت های جدید یاد گرفتیم، قرار نیست که ما تا آخر کارگر بمانیم. با کارگری خود ما او مهارت کسب کنیم. من ایره از زبان یک دوست خود شنیدم که به من دفتر کفالت قصه میکرد. میگفت ما آمدیم که خودم خیاطی میکنم و شغل ما بوددوزی است و زمانی که من به خیر افغانستان رفتم ایره بر خود میرم و امی شغل خود حرفه خود پیش میبرم و از این امرار معاش میکنم. بسیار خوشحال هستم از این که این حرفه را گرفتیم و این کشور است که بسیار به انسانای هوشیار، به انسانایی که زود یاد میگیره هر چیزه به اونا احترام میمونه و من یکی از او کسا هستم. واقعا وقتی که ما یک مهارت یاد گرفتیم باید از او استفاده کنیم.
قرار نیست که ما او را همیشه کارگری کنیم و او را بگذاریم سر جایش تا آخر کارگر بمانیم. نه خیر، ما آمدیم که چیزای جدید یاد بگیریم و از او استفاده کنیم. خب مرحله چهارم مرحله هدف داشتن است. اما رقم که برتان گفتم که قصه او خانم برتان کردم، به این خاطر او هدف داشت. هدفش چی بود؟ هدفش این بود که بخیر در کشور خود بره و کاربار خود از سر بسازه. تا آخر قرار نیست که کارگر باشه. به این خاطر هدف داشتن باعث میشه که ما در روزهای سخت ادامه بدیم و روزهای سخت پل بسازیم بر رسیدن به روزهای خوب.